این جانب حاجی بهمن گنجی، اهالی روستای دهنو، شهرستان هندیجان، استان خوزستان. اول کاری که باید ما انجام بدیم، باید از شما تقدیر تشکر بکنیم برای بچه‌های صدا و سیما که واقعا زحمت کشیدین و اومدین داخل روستای ما. دوم که خدمت شما از دوستان منابع طبیعی باید یه تقدیر تشکری بکنیم از بابت طرح‌هایی که داخل بیابون‌ها، طرح بیابان‌زدایی انجام میدن. همین طرح‌هایی که شما الان می‌بینید به بغل روستای دهنو، اینا واقعا آقا جلوی گرد و خاک، جلوی خدمت شما عرض کنم غبار رو همه گرفته. همین که شما الان مشاهده می‌کنید داخل بغل روستا، خدمت شما عرض کنم این گودالا زمستون پر آب میشن، گوسفندا ازشون استفاده میکنن، خدمت شما پرندگان استفاده میکنن. همین گودال اگر بشه انشالله در طرح‌های آینده این گودال گودتر بکنن که بیشتر آب بگیره، ما ممنونشون میشیم آقا. واقعا طرح‌های بسیار خوب و بسیار مفیدی هستن برای روستا، برای خدمتشون شهرستان. از اثرات مهم ریزگردها که روی منطقه تاثیر گذاشته، همین بحث متاسفانه هجوم ریزگردها توی منطقه بوده که این پروژه به همین دلیل اینجا احداث شد که جزء کانون شماره 7 بحرانی بوده و ما این پروژه ها رو به چند دلیل اینجا مدیریت کردیم و تو فاز اجرا بردیم. یکی از دلایلی که داشت همون کنترل آب سطحی منطقه که جلوی در واقع فرسایش آبی رو میگرفت و دیگر اینکه این پروژه با هدف به قول فرسایش جلوگیری از فرسایش بادی هم ایجاد شد که خود همین هلالی های آبگیر در مقیاس کوچکتر در واقع تو ردیف های جلو میشد بگه تله های رسوبگیر خاکی رو میشد تعریف کنیم براشون و عرضم به خدمتتون این که همین تله‌های رسوبگیر باعث شدن که خاک منطقه کنترل بشه توی سطح و مابقی عرصه بتونه اون حجم آب روانابی که روی سطح جاری میشه رو در خودش ذخیره کنه. از این طرحی که منابع طبیعی برای ما انجام داده توی روستا، طرح بسیار خوبیه. با این بوته‌زارهایی که کاشتن هم برای گوسفندا خوبه، هم برای گرد خاک خوبه، همین که زمینای بایر و غیر قابل کشت را آباد کردنه. از منابع طبیعی درخواست داریم و تقاضا داریم و خواهشاً ازشون میخوایم که این کار بابت کار دستشون در نکنه، کار بسیار عالی انجام دادنه، ولی یه مقداری توسعهش بدن، همین زمینهای سبخشوره را برای ما آباد بکنن و مشکل روستا را بابت گرد خاک و کل محیطمون خوب باشه که از بین برای گرد خاک و اگر شد این عمقی گودارهای کمی بیشتر بکنن در آینده، چون که گله‌لا میره داخلشون و آبگیریشون کم میشه، از بین میرن بوته‌زاراش. ولی اگر هر 2-3 سال یک بار اینا تعمیر بشن و دوباره خاک برداری بشن، آب بیاد داخلشون جمع بشه، خیلی خوب و بهتر میشه. یکی از به قول معروف اثرات مثبت زیست محیطی و اجتماعی که توی منطقه داشت، همین گوراب‌ها چون هندیجان از لحاظ اقلیمی به حساب اقلیم گرم و خشکی رو داره و 8 ماه از سال تقریبا دچار خشکی و نبود آب هستیم، حجم آبی که این گوراب در خودش ذخیره میکنه 2000 متر مکعب هست که این 2000 متر مکعب بعد از بارندگی‌ها تا چند ماه بعد از اون نگهداری میشه توی همین فاز و تمام دام منطقه میتونن از اون به عنوان شرب دام استفاده کنن و عرضم به خدمتون یکی از دلایل خیلی مهمی که این منطقه برای بحث احداث هلالی های آبگیر و رواناب‌ها انتخاب شد، همون مسیر
هندیجان به دیلم که متاسفانه همیشه در اثر آورده آب از بین میرفت و شکسته میشد و دسترسی مردم نسبت به شهرهای اطراف و روستاها نسبت به شهر قطع میشد. ولی از زمانی که این فاز اجرا شد، چه پایین جاده و چه بالای جاده سمت کوهستان، تمام این آب ذخیره میشد توی همین هلالیا و توی این گوراب ها و به دام میافتاد و به نوعی جاده از خطر قطع شدن و به زیر سیل رفتن محفوظ میموند. طرح‌هایی که منابع طبیعی به قل روستای دهنو انجام داده، همین گوداله‌ای که شما مشاهده می‌فرمایید، واقعا این گودال‌ها باعث شده که علف‌های خدمت کنم سد بشه، خدمت شما عرض کنم گوسفنده ازشون استفاده بکنین. این گودال‌ها زمستون خدمت شما پر آب میشن و خدمت شما عرض کنم پرندگان استفاده میکنن، حیوانات استفاده میکنن، گوسفندهای روستا استفاده میکنن. به غیر از آقا که خدمت شما عرض کنم این جلو گرد و غبار گرفته، خدمت شما عرض کنم واقعا طرحهای مفیدیه، دست شما هم درد نکنه. بعد خدمت شما عرض کنم یه پیشنهاد هم دارم، پیشنهاد بر اینه که گودال‌ها با مرور زمان پر میشن. اگر امکان داره برای منابع طبیعی دوستان عزیز فرمانداری خدمت شما عرض کنم استانداری همکاری بکنن که گودال گوتر بکنن که آبهای بیشتری ذخیره بشه.